بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. برادران خواهران ایمانیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در روزهای سخت و طاقت فرسا مدینه منوره در برابر خطری بزرگ قرار گرفته بود. سپاه عظیم از مشرکان و همپیمانان آنها با هدف نابودی مسلمانان به سمت مدینه حرکت کرده بودند. هجومی که نه تنها دین اسلام بلکه جان و هستی مسلمانان را تهدید می‌کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که همواره بر حفظ جان و کرامت انسانها تأکید داشتند، تصمیم گرفتند مدینه را به قلعه مستحکم تبدیل کنند. با مشورت سلمان فارسی دستور حفر خندق در اطراف شهر داده شد. کار ساده‌ای نبود، اما مسلمانان با دست‌های پینه بسته و بدنی خسته زمین سفت و پر از صخره را می‌شکافتند. نتیجه این استقامت و تدبیر نه تنها حفاظت از مدینه و جان مسلمانان بود، بلکه نشان داد که اسلام در برابر هجوم دشمن برای دفاع از حق و جان مظلومان می‌ایستد. بله برادران خواهران ایمانیم، اسلام دین عدالت، کرامت و رحمت است. دینی که هرگز ریختن خون بیگناهان را قبول نمی‌کند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جمیعا. این آیه نشان می‌دهد که جان هر انسانی ارزشی بی‌نظیر در پیشگاه الهی دارد و ریختن ناحق خون او گناهی بسیار بزرگ محسوب می‌شود. در اینجا باید به یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی اشاره کرد. پس از تحکیم شریعت و برپای اصول دین، حفظ جان انسانها یکی از بزرگترین اهداف حکومت اسلامی است. اسلام حکومتی می‌خواهد که در آن انسانها در امنیت زندگی کنند و جانشان از هر گونه تعدی و تجاوز محفوظ بماند. این هدف تنها زمان تحقق می‌یابد که حکومت به وظیفه خود در دفاع از جان و کرامت انسانها عمل کند. از همین رو جهاد یکی از ابزارهای مهمی است که اسلام آن را به عنوان وسیله‌ای برای حمایت از انسانها و مقابله با ظلم مشروع کرده است. خداوند متعال می‌فرماید: وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. به وسیله همین جهاد است که دین ما دست ظالم بر تعدی کردن در قبال حق مظلوم و خوردن حق او را کوتاه می‌کند و جلوی آن را می‌گیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قتل دون نفسه فهو شهید. هر کس در راه دفاع از جان خود کشته شود شهید است. چنان از این حدیث شریف برداشت می‌کنیم یا یاد می‌گیریم که دفاع از جان نه تنها یک وظیفه انسانی است، بلکه یک عبادت الهی محسوب می‌شود. جهاد تجلی ایثار و مقابله با ظلم است که در نهایت حیات و کرامت انسانی را تضمین می‌کند. و در پایان می‌گوییم که شریعت اسلامی در همه احکام خود هدفی جز حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان‌ها ندارد. پس جهاد سنگری الهی است که نه برای جنگ افروزی بلکه برای حفظ این مقاصد بزرگ شریعت فرض و واجب گردیده است. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین والحمد لله رب العالمین.